غلو مداحان در علی رضی الله عنه. اگر گیری وضو با آب زمزم، اگر سجاده گردد عرش اعظم، اگر گویی از آن بر بام افلاک، گر از تکبیر گردد سینه ات شاک، اگر ضرب المثل گردد خضوعت، به حمد و قل هو الله در رکوعت، اگر باشد به توحیدت تعهد، اگر گردی شهید اندر تشهد، مبادا بر نماز خود بنازی، علی را گر نداری بی نماز، علی را گر نداری بی نماز، علی را گر نداری بی نماز. بینندگان عزیز، دقت فرمایید، کسانی که مذهبشان را بهترین مذهب و توحیدشان را توحید ناب محمدی اعلان می کنند چه شعارهای تفرقه انگیز و غلو آمیزی سر می دهند. الله متعال خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم از آن الله پروردگار جهانیان است. عقیده و مذهب هر مسلمان باید در ترازوی قرآن و سنت نبوی که دو پایه اساسی دین اسلام می باشند سنجیده شود و اگر خلاف قرآن و سنت بود هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت.